السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از روزها حضرت بلال رضی الله عنه پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومدن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم طعام می‌خوردن و حضرت بلال رضی الله عنه را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعوت کردن به سوی طعام. در این حالت حضرت بلال رضی الله عنه روزدار بودن، روزه نفلی یعنی که، و در این حالت حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت بلال رضی الله عنه دعوت کردن به سوی طعام خوری. این طعام خوری کی بود؟ طعام خوری یعنی که در اولهای سحر بود. همین روایت کرده است که از سلیمان ابن بریده از پدرش روایت کرده است که داخل شد حضرت بلال بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هو یتغدى گفته طعامی همون اول روز میگن، در همون طعامی سحر برایم خورده است بودن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الغداء یا بلال، گفتن که بیا طعام بخوریم، یعنی که بیا سحر خوری کنیم ای بلال. گفتن قال اینی صائم یا رسول الله، حضرت بلال رضی الله عنه گفتن که بیشک من روزدار هستم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که فقال النبي صلى الله عليه وسلم نأكل رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة. تصور کنید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه خیلی گپ گفتن در مقابل حضرت بلال رضی الله عنه. گفتن که ما میخوریم رزقمان را در اینجا و رزق بلال بسیار چند برابر هست. گفتن فاضل رزق بلال یعنی که در جنت، یعنی که رزق بلال در جنت هست، چند برابری که ما میخوریم از این زیاد کرده الله پاک در جنت میتیشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند که اشعرت یا بلال ان الصائم تسبح عظامه و تستغفر له الملائکه ما اکل عنده. گفت که آیا میدانید یا که اینکه شعور داری ای بلال که بیشک روزدار تسبیح میگوید استخوان‌های همو برای همون انسانه و استغفار طلب میکنه برای همون انسان روزدار ملائکه ما اکل عنده، آنچه که خوردن میشود، مادامی که در نزد یگان چه خوردن میشود حتی استخوانهاش و ملائکه ها برای او چه میکردستند؟ تسبیح میگفتستند. مرادش این است که انسان صبر میکند وقتی که در نزد او میخورند، در نزد او مینشان و اون به همین حالت هم که باشد اون خودداری میکند، صبر میکند در الله، حتی استخوانهاش و ملائکه ها و رزق او در جنت چند برابر ذخیره شدن میگیرد. یعنی که هر کسی که روزه را به خاطر الله بگیرد، چی نفلی باشد چی روزه های بگیم سنتی باشد، وقتی که میگیرد در نزد او غالبا انسان ها نفل نمیگیرن قدر، مثلا اینکه روزهای سنتی را نمیگیرن، مثلا روز پنجشنبه و دوشنبه در نزد او غالبا میخورن، آب مینوشن، طعام میخورن. اون که صبر میکند اون همون وقتی که طعامی که میخورن در نزد او ذخیره در آخرت او هست. وقتی انسان خودش از خوردن که من میکند همون رزقش در آخرت ذخیره شدن میگیره چند برابر برای او را. و دیگر که هست استخوانهاش و ملائکه برای او تسبیح میگن، یعنی که استغفار طلب میکنن و دعا میکنن در حق هم بنده. الله پاک همه ما شما را روزه گیرنده سنت ها و نفل بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.